غذا برای سالمی بنیه انسان اهمیتی بیشتر دارد. از این رو باید هر نفر از غذاهای ترکیبشان گوناگون استفاده نماید. با استعمال غذای سالم اکثر بیماری‌های بنیه انسان را که در بیشتر حالت عامل پیدایش غذای ناسالم معنی داد می‌گردد می‌توان پیشگیری نمود. همچنین انسان در صورت رعایت نکردن معیارهای معین استعمال غذا می‌تواند به بیماری‌های گوناگون غذایی از جمله کمخونی گرفتار گردد. کمخونی اینچنین در نتیجه زیاد تلف دادن خون، ویران شدن وظیفه‌های مغز سرخ استخوان هم به وجود می‌آید. از این رو در برابر دیگر داروهای استعمال غذای ترکیبش از آهن‌بای بودن نیز فرموده می‌شود. عامل غذا در بهداشت سلامتی انسان نهایت نقش مهم را به جا می‌آورد و باید تذکر داد که استعمال نادرست غذا می‌تواند که باعث بیماری‌های گوناگون غذایی گردد. معلوم است که زیاده از 60% بیماری‌ها با غذا وابسته‌اند. تقریباً 20% دیگر با تاثیر محیط اطراف، 10% با عامل‌های طبی و 10% دیگر اساساً با بیماری‌های ارثی، یعنی بیماری‌های اولادی از نسل به نسل یعنی می‌گذرند و در این لحاظ ما برای آنکه با بیماری‌های غذایی از جمله بیماری‌های سندرم متابولیکی، بیماری کمخونی و دیگر بیماری‌ها مبتلا نشویم، البته باید که با معیارهای استعمال عاقلانه غذا یعنی و رژه غذا را در اصل باید که به جا آوریم. یکی از بیماری‌هایی که در عالم وسیع پهن شده است این بیماری کمخونی از نارسایی آهن می باشد و موافق معلومات تشکیلات‌های بین المللی در دنیا زیاده از 2 میلیارد، بعضی معلومات ها 2.5 میلیارد، بعضی ها 3 میلیارد، لیکن زیاده از 2 میلیارد زنان، اساساً زنان و کودکان مبتلای بیماری کمخونی از نارسایی آهن‌اند. آهن خود یکی از مواد وسیع پهن شده طبیعت می باشد و در پیشگیری این بیماری نقش نهایت مهم را اجرا می کند. اصلا در بنیه انسان از 4.5 تا 5 گرم مواد آهن موجود است که تا 70-75% آن در ترکیب گیموگلوبین، 5-10% در ترکیب میوگلوبین، 1% در راه نفس و زیاده از 20% همچون ذخیره در بنیه انسان نگاه داشته می شود. باید تذکر داد که موافق تحقیقات های معین در دولت های رو به ترقی تقریبا تا 65% مبتلای این بیماری اند و از این 56% زنهای حامله، 44% زنهای قابل تولید کننده، 42% کودکان تا سن مکتبی و 56% کودکان سن مکتبی. این را گفتنیم که در دولت‌های رو به ترقی، اما در دولت‌های امریکا و در اروپا از 7 تا 12% را این رقم یعنی در بر میگیرد. یکی از عامل‌های پیدایش کمخونی در بنیه بیماری مزمن معده، تلخدم، بیماری‌های گرده، خونروی از معده، نارسایی غذا و نادرست استفاده بردن موادهای دارویی، رعایت نکردن فاصله بین تولد، بیماری بواسیر و دیگر بیماری‌های عضوهای هاضمه معنی داد می‌گردد. در گرفتاران این بیماری نشانه‌های بیمه‌داری، درد سر، مانده شوی بر دوام، تیز بیمار شدن، ریختن موی سر، سرخچک زنی، تاریک شوی چشمان هنگام حرکت کردن و عصبانیت معین کرده شده است. همچنین نارسایی ویتامین B12 در بنیه انسان نیز باعث پیدا شدن کمخونی می‌گردد که در این نفران مشکلات ذهنی، خوابروی دست و پای، فراموش خاطری، افزایش سرعت کار دل، زرد شدن پوست دیده می‌شود. سبب
سبب‌های اساسی با بیماری کمخونی مبتلا شوی این نابود شوی و ویران شوی اریتروسیت‌ها در نتیجه بیماری‌های گوناگون و خصوصاً یعنی بیماری‌های سیرایتی به عمل می‌آید. غیر از این در عملی شدن این بیماری ساخت فیزیولوژی زنها رولی مهم را بازی میکند. غیر از این تولید کوتاه بین فاصله کوتاهی بین تولید کنی طفلان، بیماری های عضوهای هاضمه، زهرآلودشوی ها، بیماری های کرم شکم و تبلرزه یعنی مالاریا و غیر از این بیماری های ارثی خود اریتروسیت ها. من همین عامل ها می توانند که باعث سر زدن این بیماری گردند و اساسی آن در آن است که آنها با اریتروسیتات تاثیر منفی می رسانند، مقدار آنها را کم می کنند و ما خیلی می دانیم گموگلوبین در اریتروسیت ها یعنی در حجره های سرخ خون موجود است و با پیوست شوی با آهن اکسیژن رو با تمام عضوهای بدن و با بافته ها برده می رساند و آنها را تأمین می سازد و هنگام کم بودن آنها این روند کاسته می گردد. اساساً به این بیماری ها زنها و طفلان مبتلا می شوند. البته در اینجا نقش نهایت مهم را ساخت فیزیولوژی زنها در بر میگیرد، زیرا که نسبت مردا زنها بیشتر خون گم میکنند و باید تذکر داد که در هر یک سیکل حیض تا 40 میلی گرم آهن آنها خارج میکنند و هنگام حامله‌داری نیز برای تأمین افزایش طفل در بطن از 600 تا 900 میلی گرم آهن یعنی با خون به طفل میدهند و هنگام سینه‌مکانی هم این روند دوام می‌یابد و در اینجا هم از 300 تا 500 میلی گرم مواد آهن برای افزایش بدن طفل از مادر به طفل می‌رود و این باعث آن می‌گردد که زن بیشتر با مبتلا شوی به این بیماری یعنی نزدیک است. از این لحاظ باید که زنها غذاهای کالریایی که ترکیبشان از آهن بایست هنگامی اساساً سینه‌مکانی یعنی باید که استعمال کنند و همون محصولات‌های را باید استعمال کرد که در ترکیبشان مواد آهن به طور لازمه موجود باشد. اگر ما با همون نشانه های این بیماری به طور یعنی با چشم اگر معاین کنیم در این زنها بسیار وقت ما آنها رنگ پریده اند. هنگامی پایان کردن پلک پایانی چشم در آنجا رنگ سرخ کم است، کمخونی در آنجا دیده می شود و هنگامی بیماری وزنین باشد رنگ روی آنها خاکستر رنگ می شود و بسیاری از آنها به خوردن خاک، قرم و بور دست می زنند که این هم یکی از زمان نشانه های کمخونی به حساب می رود. طور معلوم است بیماری کمخونی بیشتر به زنان و کودکان ربط داده می شود. از این رو برای سالم انکشاف یافتن جنین زن حامله‌دار باید غذاهایی را استعمال نماید که ترکیب آنها از سفیده ها، اوگلیوات ها و دیگر ویتامین ها بای باشد. استعمال این گونه محصولات به سالم انکشاف یافتن کودک مساعدت می نماید و هم ارگانیسم زن را از بیماری های کمخونی پیشگیری می نماید. بیماری کمخونی به گروه بیماری های داخل می شود که به ناکفایگی مواد آذوقه علاقمند است. از این رو مادران باید در دوره اول حامله‌داری مورد تناول هر گونه غذا به ترکیب آن اهمیتی بیشتر بدهند. بیماری های کمخونی یعنی وزنین با تولید یعنی 12-15% طفلانی که از مادران کمخون تولد می شوند
آنها بیشتر لاغر، کم حرکت، یعنی با دنیا می آیند و خود زنها هم از نارسایی آهن با عامل‌های پس شوی قدرت فکری و جسمانی با بسیاری آنها یعنی عصبانی می شوند. در آنها عصبانیت بیشتر دیده می شوند و بعضی ها در این حالت نمی فهمند و مثال میگیریم دستگیری نمی کنند و باید البته بیماری کمخون رو که از این لحاظ در این حالت ها البته با دکتر مراجعت کردن در کار، یعنی خون سپاریدن در کار و مقداری گموگلوبین خون را معین کردن در کار. در حالتی که سطح آن از 110 گرم لیتر کم معین کرده شد، البته این نشانه های کمخونی است و باید که سری وقت به طبابت این گونه بیماری ها یعنی دست زد. گروه دیگری که با این بیماری بیشتر مبتلا می شود این کودکانند. کودکانی خیلی گفتیم حتی از بطن مادر که اگر همون آهنی که مادر با آنها را تامین نکند، آنها الکه از آنجا می توانند که بیمار شوند. برای که کودکان در حالت افزایش قرار دارند و برای افزایش یافتن آنها البته مواد آهن لازم است. از این لحاظ باید که غذای آنها با همون محصولاتی که از مواد آهن بایست تامین باشد و این گونه طفلان یا که مکتب خوانان هنگام تحقیقات معین گردید که سطح دانش و سطح قدرت فکرانی و جسمانی چنین طفلان یعنی پست می شود. از این لحاظ یک تحقیقات نهایت مکمل در اندونزیا، تایلند، در کوستاریکا، در هندوستان، شریلانکا یعنی عملی کرده شد و آنه که بیماران مبتلایان بیماری کمخونی در بین خوانندگان سطح دانششان نسبت آنهایی که مقدار گموگلوبین در ترکیب خونشان در معیار معین است، سطح دانش و خوانش آنها نهایت پستر بود و از لحاظ باید که خیلی میگویم از لحاظ آن که این بیماری با مواد آهن و غذا وابستگی دارد، از محصولات های استعمال کرد که ترکیب آنها یعنی بوی باشد. البته در اینجا غذاها هستند. مثال اگر ما 1000 بیمار را با داروها طبابت کنیم ما با بنیه آنها آهن وارد کنیم، اما وقتی طبابت به اتمام رسید پس چی باید کرد؟ باید که همان روند تامین بنیه را با آهن تامین کرد و در اینجا باید که به غذاها رو آورد و البته در وقتش غذاها را استعمال کرد، چون که غذاهای آهندار با همون ذخیره آهن را در بنیه انسان نگاه دارند. وابسته به این غذا به بنیه انسان تاثیر گوناگون رسانیده در افزایش بهداشت و درازعمری نقش مهم دارد. گفته می شود که 50% تشکل سالم انسان را استعمال غذای سالم تشکیل می دهد. محصولات شیری و گوشتی، میوه و سبزیجات و دانگی ها همچون محصولات غذایی و شفایی برای بنیه انسان مهم ارزیابی می گردد. از این رو شخصانی که مبتلای کمخونی‌اند باید بیشتر غذای سالم و طبیعی استعمال نمایند. از جمله گوشت، جگر، گرده، زردی تخم، شیر، کرم، لبلبو، پنیر و ماهی باید استعمال نمود. آهن همچنین در ترکیب زردآلو، اناناس، لوبیاگی‌ها، انگور، انار، سیب، مرجمک، انجیر، کارتوشکا، چهارمغز، شفتالو، کدو، خوچ و از کبودی‌ها در ترکیب جعفری، شیبیت، سیرپیاز موجود است که استعمال آن برای بنیه انسان ضرور دانسته می شود. در نوبت اول می ایستند محصولات گوشتی. اینجا یگان چیزی دیگر کرده نمی شود. محصولات گوشتی، زیرا که فرقیت بین محصولات گوشتی و سبزیجات و میوه و دانگی ها
یعنی یک فرقیتی کلان است، زیرا که در ترکیب محصولات گوشتی آهنی گمناک است و این آهن گمناک از کلمه گماگلوبین گرفته شده است. گم و یا ژلزه میگویند. از کلمه گماگلوبین الکی من همین مواد آهن در بنیه انسان نسبتی موادهای رستنیگی بیشتر جبیده می شود. مثال میگیریم اگر خود محصولات های گوشتی 37% آهنشون در بنیه انسان جبیده می شود، اما از محصولات های رستنی یا دانگی ها اگر زراعت ها استعمال کنیم همگی 5-10%شون. من در این روند فرقیتی کلان است. در اینجا استعمال جگر 16% آهنش جبیده می شود. استعمال ماهی 9% آهن ترکیبش جبیده می شود، ولی در رستنی ها این روند کمتر است. مثال اگر گیریم میوه و سبزوات 2-3%، و دانگی ها تا 4%، برنج تا 4-4.3%. لیکن در این روند ما خیلی دیدیم بهترین غذایی که بنیه انسان را با آهن تامین میکند این محصولات های گوشتی اند و محصولات های گوشتی استفاده آنها با سبزوات ها، دانگی ها و زراعت ها و اینها هم هنگام گوشت در این محصولات ها هست، خصوصیت جبیده شوی آهن آنها خوب میگردد. در ترکیب گوشت امینوکسلات‌های عوض نشونده سیستین وجود دارد که او قابلیت جبیده شوی آهن را در این روند خوب میکند و هم آهن رستنی و دانگی و چیزا و هم مثال میگیریم با محصولات گوشتی که یک جوان جبیده شویشون خوب میکند. این را باید از خاطر نبرآورد و در این روند باید باز تذکر دهم که البته در جبیده شوی آهن کسلات‌های ارگانیکی هم نقش مهم دارند. کسلات‌های ارگانیکی اساساً در ترکیب میوه و سبزوات هستند و البته باید که در این روند ما باید که محصولات آمیخته و البته با گوشت خصوصاً برای کودکان، زنهای حامله، زنهای طفل تولد کرده باید ما محصولات آنها را غذای آنها را با این محصولات ها تامین کنیم تا اینکه ما آنها را با مواد آهن یعنی تامین کرده توانیم. معین شده است که در ترکیب دانگی ها نیز ویتامین و الیمنت های برای بنیه انسان ضروری موجود است. در ترکیب رستنی های سبزواتی ویتامین های B1, B12 و کاروتین و آهن و روغن افیر و ماده های دباغی موجود بوده. همچنین در ترکیب بخریشه رستنی های سبزواتی ماکروعنصرهای معین کرده شده است که برای معالجه اکثر بیماری های خروج کننده مفید ارزیابی می گردد. از این رو برای بلند برداشتن مسئولیت بدن و مبتلا نگردیدن به عارضه های وزنین باید از غذاهایی که ترکیبشان از آهن و ویتامین ها بایست استعمال نمود. اما برابر استعمال غذا نوشیدن چای و یا قهوه را غذا شناسان توصیه نمی دهند. چای، قهوه و کاکائو. من این سه محصولات که در ترکیبشان پولوفنول ها و فسفاتیت ها وجود دارند، آنها هنگام خوردن غذا اگر ما آنها را استعمال کنیم و نوشیم این باعث آن میگردد که تمام آهنی که با غذاهای دیگر به بنیه ما وارد شد آنها را مثل آهن ربا به خود قپیده میگیرند و نمیگذارند که به خون جبیده شوند. از این سبب از تمام زنها، از تمام مادران خواهش میکردم که هنگام استعمال غذا، البته پیش از استعمال غذا با کودکان یگان سبزواتی اند، بعد یان غذاتی اند و البته در وقت خوردن غذا در دسترخوان چای نمونند. در آنجا ممکن است آب تازه، ممکن است که نوشابه سبوک خوش ماند در این سمت آیا می توانند که از آن نوشند و آنها بلکه خوش
یک خاصیت خوب دارد که در ترکیبش ویتامین C هست و ویتامین C رو باید تذکر دهم که در جبیده شوی آهن حتی از ترکیب سبزوات ها و میوه ها جبیده شوی آهن رو خوب میکنه، زیرا که آهن سه‌ولنته ترکیب آنها را با آهن دوولنته مبدل میسازد و بین آهن و کسلات اسکربت پیوستگی پیدا می شود و این به جبیده شوی آهن نهایت مساعدتی خوب می کند. ویتامین C نه اینکه در ترکیب خوک است، او در ترکیب غوبیرا است، در ترکیب قلنفور بلغاری است، در ترکیب لیمو است، افلسون است، در ترکیب شیبیت است، در ترکیب کرمچک است، در ترکیب پیازی سبز است، در ترکیب بسیار است و هنگامی با محصولات های غذایی خوردن ما از این مواد هم استفاده بریم، آنها یعنی در جبیده شوی آهن با ما یاری خوب میرسانند. در برابر این محصولات دیگری که فقط برای زنها و کودکان، مردها تقریبا 1% بیماری کمخونی را تشکیل میکنند و آنها بنیه خود را از حساب اریتروسیت های پیرشده تا 95% تامین میکنند. فقط 5% همون آهن را با محصولات های غذایی میگیرند و آنها تامینند. و من برای زنها و کودکان گفته ایستادم و بسیار خواهش میکردم که هنگام خوردن غذا، مثل محصولات تخم ترکیبش از زردیش از آهن بای است و اینکه هنگام او را با دیگر محصولات ها خوردن، یک شیر تخم یک خصوصیت دارند که تمام آهن را به خود میگیرند و به بنیه نمیتیند. آنها هم چنین خصوصیت دارند و از این لحاظ اگر هنگام خوردن محصولات های تخم در الهیدگی خورید، هیچ گپ ندارد. او را حتی یا که مثال میگیریم سفیده تخم چیزی نمیکند و که در آن از سفیده ها بوی از گاما گلوبولین و البومین و دیگر داره، لیکن زردی تخم در اصل یعنی از همون فیتات های داخلش باعث آن میگردد که خودش از آهن بوی است، لیکن با همه این حالت او آهن دیگر رو با بنیه انسان وارد شده نمیموند. من از این سبب شیر تخم رو اگر ما در الهیدگی استفاده بریم بسیار خوب می شود. گوشت و محصولات گوشتی همچون غذا و منبع بی‌بهای سفیده ها، چربه ها، ویتامین و عنصرها به شما رفته، همچنین دارای معدن های مینرالی از قبیل آهن، کالی، فسفر، ناتری، مگنی بوده در غذای انسان جایگاهی مخصوص دارد. در ترکیب غذای گوشتی سفیده های آسان هضم موجود بوده با امینوکیسلات های عوض نشونده علاقه زیج دارد. از این رو استعمال محصولات گوشتی برای بیماران گرفتار کمخونی و نارسایی آهن نهایت ضرور است. بیشتر با مواد آهن گوشت گاو بوی است. گوشتی مثال گوسفند کمتر است، گوشتی مرغ کمتر. لیکن آنها دارند، لیکن آهن ترکیب آنها آهن گیمی اند. جبیده شوی آنها در بنیه انسان خوب است و از این لحاظ باید که ما عاقلانه ثمره بخش از همین محصولات ها استفاده بریم تا که به بیماری کمخونی مبتلا نشویم. در این روند باید گویم که مثال محصولات خوک، غوبیرا، قلنفور بلغاری، شیبیت، کرم، کارتوشکا در ترکیبشون تا 3 میلی گرم آهن دارند. دیگر محصولات ها و میوه ها و سیب و انگور و دیگرشون اینا تا 2 میلی گرم همگی دارند. در ترکیب همه از همه خیلی گفتم بایترین این محصولات گوشتی است و در پیشگیری بیماری کمخونی من فکر میکنم نقش اون زیاد است و بسیار میخواستم که هر یک انسان از سلامتی خودش رو یعنی احتیاط کند و باید که رسانه های اخبار عموم عاید بیماری های غذایی بیشتر معلوماتی هستند. البته در بسیار رسانه های عمومی برعکس غذاهای را رکلام میکنند که
آنها باعث از محصولات های از مواد آهن کمند. امروز در مثال تلویزیون و در رادیو فقط رکلامه ها درباره محصولات های قنادی، درباره فست فود ها، درباره نوشاکی های رنگه و نوشاکی های رنگه هم در کم کردن مقدار آهن در بنیه انسان تاثیر منفی دارند. بسیار غذاهای تست تیار که در آنها ترانسژیرها و دیگر موادها زیادند، آنها هم جبیده شوی آهن را کم میکنند. لیکن رسانه های اخبار عموم بیشتر آنها را کمتر میبینم که در آنجا درباره میوه ها را بیشتر کنند، غذاهای انسان قابل قبول را بیشتر، غذاهای در خانه تیار میشدگی را از محصولات های تازه غذایی از لحاظ اکولوژی تازه کمتر. خیلی من میفهمم اینجا پرابلم های اقتصادی در بین میرود و از این سبب اگر بیشتر ما درباره محصولاتایی که در پیشگیری این یا آن بیماری غذایی نقش مهم میبازد، اقلا در یک هفته یک بار دو بار، چون که من ببینم همین یک چیزای نوشاکی های سرخ و با همون محصولات های هر شب 4 بار 5 بار آنها میروند. کودکان از غذاهایی که در ترکیبشان محصولات های با بنیه مفید است دست میکشند. من از بسیاری هنگامی صحبت ها میگم نمیگد من فقط اون امور را میخورم امی را مینوشم و مجبور گریه تا استریکا میبیاید. من این در این سمت تقریبی غذای سالم در بهداشت سالمی ملت نقش مهم را به جا میآورد. استعمال میوه و سبزیجات تر و تازه و دیگر محصولات شیری و گوشتی که ترکیبشان از الیمنت های کیمیایی بایست به عضوهای انسان تاثیر بیشتر داشته مسئولیت بدن را قوی میگرداند. همچنین کار عضو بافته و رگ و پیوند را به تنظیم میآورند. غذاشناسان همیشه تاکید می‌دارند که هنگام استعمال نمودن همه گونه محصولات غذایی به ترکیب و صفت و مهلت استفاده آن اهمیتی بیشتر بدهید. غذای سالم استعمال نمایید و بنیه خود را از گرفتار شدن به هر گونه بیماری‌های غذایی در مثال بیماری کمخونی پیشگیری نمایید.